سلام دوستای عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من امید زیارتی هم از استودیو ویوو VIP. امروز با یک دوره جدید و جذاب به نام مکس پلاس در زمینه مدل سازی معماری در خدمتتونم. خب همونطور که خیلی از شما میدونید امروز نرم افزار 3D استودیو مکس به عنوان یکی از محبوب ترین نرم افزارهای شبیه سازی معماری در دنیا محسوب میشه که طی این چند سال فعالیتی که کمپانی اتودسک در زمینه گرافیک کامپیوتری یا CG داشته تونسته نسخه های زیادی را تولید و وارد بازار بکنه که با هر بار ارائه محصول جدید یک سری امکانات و قابلیت های جذابی رو به همراه داشته که تونسته کاربران خودش را روز به روز شیفته کار با این نرم افزار کنه. در همین راستا فرض رو ما بر این میذاریم که شما هیچ گونه اطلاعاتی از بخش مدل سازی و حتی کار با نرم افزار 3D استودیو مکس را ندارید و قرار تمامی مباحث را به صورت کاملا بیسیک شروع و به صورت تخصصی و پروژه محور بر روی آخرین نسخه ارائه شده یعنی نسخه 2021 به سرانجام برسید. پس اگر اجازه بدید توی قدم اول به چند تا از ویژگی‌های مهمی که این نرم افزار باعث شده جایگاه ویژه‌ای را در صنعت شبیه سازی برای خودش کسب کنه رو خدمتتون عرض بکنم و در قسمت انتهایی سری خواهیم زد به تاریخچه شکل‌گیری و روند تکامل این نرم افزار به چه شکل بوده رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد. اولین ویژگی مربوط بشه به مدل سازی هر آنچه که شما در دنیای واقعیت باش روبرو هستین رو میتونید به سادگی در این نرم افزار شبیه سازی کنید. ویژگی دوم، پلاگین ها و اسکریپت هایی که برای این نرم افزار ساخته شده سبب میشه که کار ما در بخش مدل سازی های پیشرفته سرعت پیدا بکنه و به راحتی این بخش رو پشت سر بگذاریم. سومین ویژگی، سازگاری یا پشتیبانی از سایر نرم افزارهای طراحی و مهندسی مثل اتوکد، رویت، راینو و اسکچاپ هست که میتونیم برای ادامه پروژمون از این فایل ها در نرم افزار 3D استودیو مکس بهره مند شیم. چهارمین ویژگی مربوط میشه به تهیه انیمیشن های حرفه‌ای از پروژه های معماریمون هست که میتونیم توسط امکانات قدرتمندی که در درون این نرم افزار وجود داره این بخش رو هم تکمیل کنیم. ویژگی پنجم و در واقع مهمترین بخش این نرم افزار مربوط میشه به بخش رندرینگ که توسط پلاگینی مثل ویری یا کرونا برای خلق تصاویر زنده و رئال میتونیم بهره مند شیم. ویژگی ششم، وجود رفرنس ها و منابع آموزشی زیادی از نرم افزار 3D استودیو مکس هست که در خیلی از سایت های معتبر داخلی و خارجی میتونیم بهشون دست پیدا بکنیم و در سایر قسمت های مدل سازی بتونیم دانش خودمون را بروز کنیم. ویژگی هفتم و در واقع آخرین ویژگی مربوط میشه به بزرگترین کمپانی های معماری که برای شبیه سازی پروژه هاشون از نرم افزار 3D استودیو مکس استفاده میکنن. پس اگر قراره در آینده کار خودت را در دفاتر بزرگ معماری شروع کنی، لازمه ورود به این دفاتر تسلط لازم بر روی نرم افزار 3D استودیو مکس هست. خب دوستای عزیز، این چند تا ویژگی رو که خدمتتون عرض کردم تماما ویژگی های این نرم افزار به شمار نمیره و در واقع بخش کلی از شناخت یک نرم افزار بود که خدمتتون عرض کردم که توی نگاه اول شما بایستی اطلاعاتی رو در مورد کار با این نرم افزار کسب می‌کردید تا با یک دید باز این نرم افزار رو به عنوان اصلی ترین نرم افزار شبیه سازی انتخاب کنید.